Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ustod. Nazmi shuma durustmi? Salomatton nazmi? Alaykum assalom va rahmatulloh. Salomat bo'lishing. Du savol ko'toq دارم پرسیدن ممکن؟ راست گپ این دو سوال پدرم است. پدرم گوش دارن شما را. بفرمایید برادر. قبری مادر کلانمان را گم کردیم. چی میشد؟ هیچ گپی نداره. دعا کنید تو. خبر یافتن شرط نه برادرها. در کجایی که باشن فردا واخوردن در نزد الله تعالی میشد. اون در امریکا هست، در استرالیا هست، در تمام دنیا باشد. مرده یک آدم در کجای دنیا باشد، خبر مثلا سیل آمد شد، گم شد، هیچ گپی ندارد. مهم این که عملی صالح کنید. شما قبر شناختن وظیفه شما نه. دعا کردن در حق مادر و کسی که اگر پدر و مادرش را بعد وفاتش دعا نکند، از نام آنها خیر و نیکی نکند، احتمال است که عاق شود. و عاق شدن بعد وفات پدر و مادر عظیمتر است اینکه در دنیا عاق شده باشد. چون که آنها محتاج هستند، آنها رو دیگر رو فراموش میکند. یگانه همین شخصی که یعنی که همیشه در خاطرش میماند این فرزنداش هست. بنابراین در 5 وقت نماز پدر و مادر را دعا کردن و در حق آنها استغفار پرسیدن این حتمی هست. الله تعالی ما را امر کرده است که و بالوالدین احسانا، و پدر و مادر نیکی کنید. و نیکی آنها اساسا بعد وفاتشان شروع میشه، چون که در دنیا اگر شما نیکی نکنه خودشان آدمی زنده حسابش مییابد. شما خدمت نکنه یا همسایه یا کسی دیگه یک ثوابجو خدمت میکنه. موی سفید گفته لیکن بعد وفات همه به فراموش میکند. این یگانه فرزندا هستند که همیشه دعا میکنند. بنابراین این دعا خطی میشه. قبرشان یافتن و بالاش به یگان چیز ساختن که تینه. بله برادر.